هر وضعیت عینی و قابل مشاهده ابتدا درونی و نامرئی بود و تو آن را با پذیرفتن احساس واقعیت آن به دنیای قابل دیدن آوردی. فرایند خلق چیست؟ ابتدا تصور کردن، سپس باور کردن همان حالتی که تصور کرده ای. همیشه بهترین ها را تصور کن و انتظار بهترین ها را داشته باش. جهان تغییر نخواهد کرد مگر آنکه تو برداشتت از آن را تغییر دهی. چنان که در درون، چنان است در بیرون. ملت‌ها همچون افراد همان چیزی هستند که تو باور داری. هیچ تغییری در بیرون رخ نمی دهد مگر از درون تو. مهم نیست مشکل چیست. مهم نیست کجاست. مهم نیست که به چه کسی مربوط است. تو هیچ کس را برای تغییر دادن نداری جز خودت. تو هیچ دشمن و هیچ یاوری نداری مگر در درون خودت. برای ایجاد این تغییر تو تنها کاری که باید انجام دهی این است که خود را متقاعد کنی که آنچه می‌خواهی حقیقت دارد. به محض اینکه در قانع کردن خود موفق شدی، نتایج ظاهر خواهند شد تا باور ثابت شده تو را تایید کنند. دیگران را تغییر نده، تنها خود را متقاعد کن که آنها همان هستند که تو می‌خواهی. هیچگاه به دیگری پیشنهاد نکن که آن حالتی را که دوست داری بپذیرد، بلکه خود را متقاعد کن که او همین حالا همان چیزی است که تو می‌خواهی. تحقق آرزوی تو تنها با پذیرش احساس تحقق یافته آن ممکن است. تو نمی‌توانی احساس شکست کنی مگر اینکه نتوانی خود را متقاعد کنی که آرزویت همین حالا حقیقت دارد. تغییر باور با تغییر در بیان آن تایید می شود. هر شب هنگام خواب خود را راضی و بی‌نقص احساس کن، چرا که عاشق درونیت همواره جهان بیرونی را مطابق تصویر و شباهت تصوری که از آن داری شکل می دهد. تصوری که با احساسات تو تعریف می شود. 2/3 بیداری زندگی تو همیشه شاهد و تایید کننده تأثیرات ناخودآگاه توست. اعمال و وقایع روز اثر هستند، نه علت. اراده آزاد تنها به معنای آزادی انتخاب است. امروز برمی‌گزینید که چه کسی را خدمت خواهید کرد. این آزادی تو در انتخاب حالتی است که در خود میپذیری، اما تجلی آن حالت راز ناخودآگاه است. ناخودآگاه تنها از طریق احساسات تأثیرات را دریافت کرده و به روشی که تنها خودش می‌داند آنها را به شکل و بیان در می‌آورد. اعمال انسان توسط تأثیرات ناخودآگاهش تعیین می‌شود. تو فکر می‌کنی آزاد هستی، اما علتهای پنهان را فراموش کرده‌ای. تو خود را آزاد می‌پنداری چون پیوند بین خود و حوادث را از یاد برده‌ای. در بیداری انسان مجبور است که تأثیرات ناخودآگاه خود را بیان کند. اگر در گذشته ناآگاهانه خود را به شیوهی نادرست تحت تأثیر قرار داده است، باید اکنون شروع به تغییر افکار و احساساتش کند. زیرا فقط با این کار است که دنیای خود را تغییر می دهد.
حتی یک لحظه را در حسرت و پشیمانی هدر نده. زیرا فکر کردن همراه با احساس نسبت به اشتباهات گذشته یعنی دوباره آلوده کردن خودت. از ظواهر رو بگردان و احساسی را بپذیر که در صورت تحقق آرزویت داشتی. احساس کردن یک وضعیت همان وضعیت را به وجود می آورد. تو خود را برای چه نقشی آماده می کنی؟ نقشی که در صحنه جهان ایفا می کنی توسط تصور تو از خودت تعیین می شود. با احساس تحقق آرزو و آرام خوابیدن خود را در نقشی ستاره‌ای بر بازی در زمین فردا جای می دهی و در حالی که خواب هستی برای اجرای این نقش تمرین داده می شوی و هدایت می گردی. پذیرش پایان به طور خودکار ابزار تحقق آن را فراهم می کند. اگر هنگام خواب احساس تحقق آرزویت را نپذیری، در آن صورت همراه با خود مجموعه‌ای از واکنش‌ها و احساسات روزانه‌ات را میبری و در خواب در مورد نحوه تجلی آنها در روز بعد آموزش داده خواهی شد. فردا صبح بیدار خواهی شد و باور خواهی داشت که یک عامل آزاد هستی، بی آنکه متوجه باشی که هر عمل حادثه آن روز قبلاً با تصوری که هنگام خواب درباره خود داشتی تعیین شده است. تنها آزادی واقعی تو آزادی واکنش توست. زندگی یک درام است و در حالی که ممکن است احساس کنید در کنترل آن هستید، اقدامات رویدادها و شرایط روز از پیش توسط تصورات ناخودآگاه در حال حرکت هستند، مگر اینکه شما به طور آگاهانه و دقیق نگرش خود را هنگام خوابیدن تعریف کنید. شما به طور ناخودآگاه احساسات و واکنش‌های روزانه‌تان را به همراه خواهید داشت. هر واکنش و احساسی که دارید تأثیری بر ناخودآگاه شما می‌گذارد. اگر این تأثیرات توسط احساسات غالب و مثبت جبران نشوند، آینده شما بر اساس آنها شکل خواهد گرفت. احساسات شما که به افکار شما مرتبط هستند، خالق واقعیت شما هستند. حق الهی خود را به درستی استفاده کنید، زیرا از طریق توانایی شما در فکر کردن و احساس کردن شما بر کل آفرینش خود تسلط دارید. هنگامی که بیدار هستید، شما باغبان هستید که دانه‌های افکار و احساسات را در ناخودآگاه خود می‌کارید و سپس آنها را به واقعیت تبدیل می‌کنید. دقیقاً مانند دانه گندمی که باید بیفتد و بمیرد تا میوه بیاورد. باورها و احساسات شما درباره خودتان باید کاشته شوند تا بتوانند به واقعیت تبدیل شوند. قدرت خواب با دعا. خواب مانند دعا دروازه‌ای به ناخودآگاه است. زمانی که با احساس رضایت و شادی به خواب می روید، شما دانه‌هایی در ناخودآگاه خود می کارید. همین امر در مورد دعا نیز صدق می کند. این دو دروازه‌ای به ناخودآگاه است و نحوه آماده سازی شما برای پذیرش خواسته هایتان به اندازه کلماتی که می گویید مهم است. دعاها درباره آنچه که می خواهید درخواست کنید نیستند، بلکه
مربوط به احساساتی هستند که در ذهن خود پرورش می دهید. برای اینکه دعا کنید باید احساس کنید که خواسته‌تان از پیش تحقق یافته است. زمانی که این کار را می کنید ناخودآگاه روش‌هایی برای تحقق آن پیدا می کند. انضباط و هماهنگی با خواسته ها. یک فرد منضبط همیشه با خواستش به عنوان یک حقیقت محقق شده هماهنگ است. او می‌داند که آگاهی تنها واقعیت است و همه چیز در دنیایی شکل گرفته از افکار و احساسات او به وجود می‌آید. این درک به این معناست که هیچ وقت احساسی که به خوشبختی شما کمکی نمی کند را نپذیرفتند. با ماندن در هماهنگی با احساس خواسته برآورده شده، آنها به طور طبیعی خواسته های خود را به دنیای خود وارد می کنند. این فرایند یک جریان خلاقانه و پیوسته از آگاهی به شکل است و از طریق احساس متمرکز و ثابت است که شما تجربیات خود را شکل می دهید. قدرت احساسات و دعای دستیابی به خواسته ها علت اصلی اعمال و شرایط زندگی هستند. شخص منظم می داند که آنچه احساس می کند همان چیزی است که به واقعیت او جذب می شود. با این حال شخص بی‌نظم اغلب با باورهایی که با آنچه حواس او می گویند مخالف است. مشکل دارد. آنها تمایل دارند به حواس خود اعتماد کنند که باعث می شود باور به نامرئی و تحقق نیافته دشوار باشد. این وابستگی به شواهد حسی دلیل این است که وقتی دعا می کنید یا تلاش می کنید خواسته ای را به وجود آورید، لازم است حواس خود را کنار بگذارید. زیرا ممکن است آنچه را که می خواهید احساس کنید یا جذب کنید انکار کند. دعا به این معنا نیست که بخواهید خواسته های خود را مجبور کنید که به حقیقت بپیوندند. این در مورد تسلیم شدن به احساس برآورده شدن خواسته هاتان است. با وجود شواهد متناقضی که حواس شما ارائه می دهند، زمانی که احساسات شما با خواسته هایتان در تضاد است، احساسات همیشه پیروز خواهند شد. تلاش برای مقاومت یا مقابله با آنچه حواس به شما میگویند تنها تضاد را قوی تر می کند. دعا هنر تسلیم شدن است، نه مجبور کردن. این در مورد پذیرش این است که خواسته شما بدون تلاش برآورده شده است. وضعیت غیر فعال. در دعا برای تسلیم شدن به احساس برآورده شدن خواسته خود باید وارد یک وضعیت غیر فعال و آرام شوید. این مشابه حالتی است که قبل از خوابیدن تجربه می کنید، جایی که ذهن از جهان خارجی دور می شود. در این حالت شما آگاه هستید و متوجه هستید، اما روی جهان فیزیکی یا محدودیت‌های آن تمرکز نمی کنید. این وضعیت غیر فعال برای تحقق دعاهای شما ضروری است. مراحل ایجاد حالت غیر فعال. در یک موقعیت راحت استراحت کنید. در یک صندلی راحت بنشینید یا به پشت در تخت دراز بکشید. روی احساس خواب‌آلودگی تمرکز کنید. چشمای خود را ببندید و تصور کنید که خیلی خواب‌آلود هستید.
آنقدر خواب‌آلود که نمی‌خواهید حرکت کنید. احساس کسالت و آرامش را تجربه کنید. اجازه دهید احساس استراحت و آرامش شما را در بر بگیرد. بدون هیچ تمایلی به تغییر موقعیت. تصور کنید که خواسته تان تحقق یافته است. وقتی وارد این حالت غیر فعال شدید، تصور کنید که خواسته تان برآورده شده است. نه اینکه چطور برآورده شده، بلکه فقط اینکه واقعاً برآورده شده است. احساس کنید که خواسته تان را از قبل محقق کرده اید. در این حالت آرام خواسته تان را به شکل یک واقعیت احساس کنید. اهمیت پذیرش غیر فعال در دعا. زمانی که در این حالت هستید، ناخودآگاه شما آماده و پذیرای این است که خواسته شما به عنوان یک واقعیت در نظر گرفته شود. این نکته کلیدی است. ذهن شما برای واقعیت داشتن خواسته تان باز است و هرچه پیشتر در این حالت غیر فعال بمانید، ناخودآگاه شما با احساس انجام دادن خواسته شما همسو می شود. وضعیت غیر فعال در دعا ضروری است، زیرا به شما این امکان را می دهد که احساس کنید خواسته تان یک واقعیت است و موانعی که توسط حواس ایجاد شده‌اند را از بین ببرد. این کلید واقعی است که احساس برآورده شدن خواسته خود را احساس کنید و در آن احساس بمانید. زیرا در این حالت است که ناخودآگاه شما خواسته هایتان را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. تمام خواسته ها و نیازهایتان در حال حاضر در اختیارتان است. همه چیز که به آن نیاز دارید یا خواسته اید همکنون در اختیار شماست. هیچ کمکی لازم نیست تا آن را به شما بدهد. اینها همکنون مال شما هستند. خواسته های خود را با تجسم و احساس برآورده شدن آنها به واقعیت بیاورید. هنگامی که پایان را قبول می کنید کاملا بی تفاوت خواهید بود نسبت به احتمال شکست، زیرا پذیرش پایان وسایل رسیدن به آن را می سازد. درک پایان موفقیت آمیز. هنگامی که از لحظه دعا خارج می شوید، گویی پایان خوش و موفق یک نمایش به شما نشان داده شده است. هرچند شما نحوه رسیدن به آن پایان را نمی بینید، اما پس از دیدن پایان بدون توجه به هر گونه تغییرات منفی، شما آرام و مطمئن باقی می مانید. زیرا می دانید که پایان به طور کامل تعریف شده است. وارد شدن به روح خواسته خود. به روح وضعیت دلخواه خود وارد شوید. با پذیرش احساسی که در صورت داشتن خواسته تان آن احساس را خواهید داشت. زمانی که احساس وضعیت مطلوب خود را به دست می آورید، از تمام تلاش ها برای ساخت آن رهایی می یابید. زیرا آن خواسته همکنون وجود دارد. برای هر ایده در ذهن انسان احساس خاصی وجود دارد. با پذیرفتن احساس مرتبط با خواسته تحقق یافته تان و احساس کردن اینکه شما از قبل در اختیار آن چیزی که می‌خواهید قرار دارید، خواسته شما به شکل عینی ظاهر خواهد شد.
ایمان احساس است. طبق ایمان شما، احساس شما همانطور که بخواهید به شما داده خواهد شد. شما هرگز آنچه را که می‌خواهید جذب نمی‌کنید، بلکه همیشه همان چیزی را جذب می‌کنید که هستید. همانطور که انسان چنین می‌بیند، به او که دارا است داده خواهد شد و به او که ندارد از آن گرفته خواهد شد. آنچه را که خود را به آن احساس می‌کنید همان هستید و همان را دریافت خواهید کرد. چگونه به آنچه که می‌خواهید برسید؟ احساس واقعیت خود را زندگی کنید. همان چیزی را که می‌خواهید باشید زندگی کنید و شما همان خواهید شد که می‌خواهید. وقتی فرد به ارزش مشاوره‌ای که به او داده شده ایمان دارد و آن را به کار می‌برد، واقعیت موفقیت را در درون خود تثبیت می‌کند.